سلام دوستای عزیز. اینمی دختر خانمی که شما اینجا میبینید، اینمی یکی از دوستا گفت که در یکی از دفترهای دولتی کار میکنه و دیگر که میشه کدمکارا بعضی وقت تنها میایه برای تفریح 1 ساعت نیم ساعت میباشه دیگه. اجازه تصویر هم داره که ما ازش تصویر بگیریم. امروز یک پلان گرفتیم نیم بغل ششته دیگه، توکل به خدا اگر در جانش خورد خوب میگیریمش. اونا گفتن امانه که میگه نه از کدام کشور آمده، شاید مرا نشناسه. درست ما میرم، توکل به خدا. یک چیز دیگر هم باید فراموش نکنیم که سوژه را می بخش مقایسه ماست. یک چند وقت پیش ما گرفته بودیم یک دختر خانم پیش پانتون درباره خواستگاری. دیگه حال از هم تقاضا میکنیم که بره به حساب خواستگاری برای ما ببینیم که همکاری میکنن یا نه. سلام علیکم. صحت شما خوب؟ خیرتی است؟ بخیر است؟ فامیل خوب است؟ بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ خوب است؟ خیرتی است؟ این پارک شهر است نه؟ بله. خب از ما فامیل در خارج است. چند روز میشه که اینجا آمدیم دیگه. از طریق فیسبوک یک دختر ما آشنا شدیم. ما گفتیم اگر یک کمک کنین خواستگاری برین برای ما. چی بفهمم؟ بله؟ دختر شما آشنا شدین، شما باید برین خواستگاری، ما چطور برم؟ خب از ما فامیل در خارج اروپا، ما از طریق فیسبوک که دختر آشنا و گفت همشیره خاله مادر هر کی است روان کو. و از ما گفتم اگر شما یک لطف. خب ببینیم برادر، ما شما رو هیچ نمیشناسم و من نمیتونم که شما برم خواستگاری، یا ما دختر هستم نمیشناسم که دختر کی است، شما چطور آشنا شدین، کجا دیدین، چی کار کردین؟ یک همکاری کنین که ما. خب من حداقل برو بشناسم که من برایتون همکاری بکنم. من خانم دختر چی گفته برو؟ من نشان میتم بگویی بچه کاکایم در خارج در هتل کالان هتل داره، بزنس داره، میره خیر بگیرین شما به غلامیتان قبول کنین. خب تا جایی که من میفهمم در خارج کسی تو هتل‌های بزرگ نداره که شما بیان به ملاف بزنین که ما هتل بزرگ دارم. خدا که قابشوی هستین، چی هستین، اونجا چی کاره هستین؟ اونجا اینجا گپای کلان میزنین. خیر تو اونجا کلان گپ بزن دختر بته بر ما. نه دختر بر شما خود نمیته دیگه. دختر چطور بر شما بته؟ خب شما خواستگاری کنین. نمیشه من خواستگاری کردن نمیتونم، از اینکه من شما رو نمیشناسم اونا رو نمیشناسم، باید بود بشناسم. از خاطر من خیره با شیرینیتان اطلاع ملا براتان میخریم، مشکل نیست. تشکر. من اطلاع چیز کار ندارم، من نمیتونم متاسفانه با شما نمیتونم خواستگاری به خاطر که ما شما رو هیچ نمیشناسم. خب من 3 روز دیگه وقت دارم اینجا، باید پس برم. شما باید یک همکاری کنین، خاله دختر خاله چی دارین ما برشان کالا میخرم یا خواستگاری کنیم دختر بگیرین برام. آدم همون دختره بر شما نمیتن. اما من که برو بگید تو چی گفته اومدی؟ ما بگم که ما خود از اینا رو نمیشون، فقط میخوایم امروشون همکاری بکنم. نه بگو ما برادرش بچه کاکایش هستیم. خیر سال یک همکاری نمیتونی؟ نه ما هیچ همکاری امرایتان کرده نمیتونم، چون دایی شرایطی که ما زندگی میکنیم فعلا نمیشه ما برای کس همکاری که سر مردم چی اعتبار است که ما اونجا برم بر از واقع پای کلان بزنم که یادم در خارج است و در خارج زندگی میکنم، در حالی که شما هم اینجا باشین. نه اینجا خب راستش ما در اینجا هستیم. خب دختر ما گفتیم که ما در خارج هستیم. خیره میره خواستگاری از طریق فیسبوک ما دیدیمش، بسیار مقبول دختر است. از طریق فیسبوک نمیشه که بری خواستگاری پشتش؟ آشنا شدیم از طریق فیسبوک. شما تا از نزدیک دیدینش؟ نه. خود ندیدی با چطور میری خواستگاری؟ خب آدرس خانه‌اش دادم اونجا بری خیر است خواستگاری کنین. ما گفتم باش لهجه ما تغییر بدم اگه شما بگین در خارج است. ما در اینجا هستم. خب در اینجا هستم، فقط یک کمک کنین برین امور یک شیرینی را که گرفتن دیگه باز خیر خلاص. خیر یک چیزی بر شما هم در نظر میگیریم، یک لباس مباس که خور خونده و یایتان. نه تشکر، زنده باشین. من نمیتونم بر شما همکاری بکنم بخاطر که ما شما رو نمیشناسم، دخترم نمیشناسم، ما جایش هم ندیدیم که او چه قسم دختر است، شما چه قسم بچه هستید، ما هیچ کدامشون نمیفهمم. مقصد یک لاف پتاق ده بگوی بچه در خارج چند تا شرکت داره دیگه داره
که حالا بتن برم خو اگر دختر جات خواستگار داره مقا کنن که یک شیرینی بگیرین باز خیر از من انشالله غم خودت از خورخوندهای تا میخورم یک لباس مباسم براتان میگیرم اما یک همکاری کنین حالا نه من لباس ضرورت نداره خورخوندهای من شکری ضرورت نداره به هیچ چیز ضرورت نداره خب ما نمیتونیم همکاری چرا که حالا ما فامیل قایم گرفتیم که بیا برو خواستگاری میگه او چی رقم آدم است که بیادر تو میری پیش از او خواستگاری صحیح است که با شما میگم اون قسمی که فامیلت برات میگه که چه قسم آدم است که تو پیش خواستگاری میزنی نال ما میگه بردار میزنم خب فامیل میگه برو دختر خاله ما بگی پدر از او دمندهی کار میکنه سبا روز من می بیادر چی رقم کن ها خودت چیکار میکنی ما خودم اینجا انجینر هستم انجینر چی ساختمان در کجا این چاک اونجا یگان ساختمان و نقشه کشی میکنه او را چی میکنه اونجا برو یک لاف پتاق ده بگوی بچه در خارج است از خارج آمده این 3-4 روز وقت داره بچه خالیم است یا بچه کاکایم میره بتن بچه خوب است همه کار کنین یک همکاری تا نمیخوایم نه متاسفانه با همکاری کردن نمیتونم تو باز بل خصوص میگم در چاک انجینیر هستم در چاک انجینیر است کجا شد که نه دفترم اونجاست نه دفترم اونجاست شما در چاک تو دفتر ندیدیم که در چاک دفتر باشه نه مادر جان خوارکای تگه است دختر خاله و یاد کلش بگی فقط همونجا بری خواستگاری کنین ولدی چی گپ نه خواهش میکنم دیگه نه بچه بعدم نیستم که فکر میکنین ما همینجا شما را دیدم اونجا دو تا خاله دیگر را دیدم که ما از اطراف هستیم گپ زدن یاد نداریم اونجا بریم شاید ما را لط کنه یا کدام گپ تا بالا شوه شاید مناسباتتون خراب شه حالی دختر گفت که بیا پدرم وظیفه 2-3 روز دیگه نمیره بیادر اگر شیرینی بته برتان زنایتان روان کنین دخترها را فامیل روان کنین خودت نمیجا میگم اینجا زندگی میکنی پس فامیل تام همینجاست فامیلم رضایت نمیتنه خیر است رضایت چه بگی ها نمیته قبول میگه تو برو دختر خاله تا بگی دختر خاله ما در تندور دوشتکی افتیده و نصف رویش نصف پای سوخته ما چی رقم او را بگیرم خیر است چی فرق میکنه ثواب میکنی یخشم یک آدم بگیری ثواب میکنی آی گپت خود صحیح است والا ما اینمی آدم خوشم آمده اگه میری اگه همکاری کنی والا بسیار خوش میشه آدم برای شما همکاری کردن نمیتونم نمیشه؟ نه من برای شما همکاری کردن نمیتونم والا ما آمدم پیش شما گفتم شاید که اگه همکاری بتانین به خاطر از اینکه از رفتار کردارتان فهمیده میشه که دختر خوب و دختر فهمیده هستین همونجا بر 1-4 تا گپ ادبی که دی میگه برو از فامیل بالا هستن یا از فامیل دانسته و فهمیده از دستی شیرینی را میته برتان شیرینی رو به من نمیته خب میگه تو همیشریش هستی یا تو خواهش هستی ما بقسم یک معرفی هم بکنم بعد از این میگه مادر جانشون بیا پدرشون بیا خب ببر مادر جان تا ببر خالای تا ببر خیر اگه نمیگی اینجا 4 تا گدایگر کت چادری ویاس امور یک لباس میخریم 1000 میته میشه یک داریا را گرفته برین خیر خلاص نمیشه ما قسم نمیتونم امروی مردم یا امروی فامیل از دختر یا امروی خود دختر یک فریب کاری بکنم دیگه نمقه کاره که یک لطف کنی والا خوش میشیم از پیشتون آدم تو از خود کاروبار نداری ما اینجا آمدیم به تفریح نامدیم که ما برم به خواستگاری برو یگان تا دیگر پیدا کن خب برات گفتم که متاسفانه نمیتونم خب خیر حال فامیل رضایت نشان نمیتم او را خوش دارم که تو نری او نره کی میره خو 1-4 تا را اونجا کلا دا کلا کو برین خیر است کمک هم کاری کنی نمیشه هیچ ما هیچ همکاری هم راه خودت کردن نمیتونم برو اینه که نفر از این پارک کلان تنها مرا پیدا کنی این میره تو نگیری شاید مثلا من از اینجا دو دریا خود پرتم یا برم زیر موتور کنم ها دریا نداره که تو ببره خب مقصد یک کار خود به حق خود کردم باز گناهم در گردن تو میشه نمیشه من نمیتونم برای همکاری بکنم فقط هم دان دروازهشان برو همون دختر بکش مادرش بکش بگمی بچه خوب بچه کاکایم است نو از خارج آمده میره شیرینی بتین خیر خاله نمیشه من نمیتونم میشه یگان توی دیگر پیدا بکنی لطف بکو و ما رو تق بودم اینجا بانی که چند لحظه با آرامش بشینم نمیشه نمیشه خیلی چی رقم کنیم والا دیگه کی را پیدا کنم اینجا خما هیچ کس نمیشناسم والا من نمیفهم برو ببین بشه که مثلا من اینجا 6 تا بودم پیدا کردیم من یگان توی دیگر هم تو پیدا بکن والا که میرفتی بسیار خوب والا من هیچ رفتن نمیتونم نمیشه؟ نه نمیشه خب حالا هیچ امکان نداره که برین؟ هیچ امکان نداره و من براتون به خوبی براتون میگم که از اینجا برین بانین که ما آرام بشین اگر شما نمیمونین آرام بشین که من خودم برم یک جای دیگه کجا میرین برین خواستگاری کردم حالا ما کمک و همکاری را یاد ندارین تر والا
همه همکاری کنین آلغدمی افغانستان همه کار شما نمیتونی. حالا فامیل شق کده مادرم میگه برو دختر خاله تا بگی. من خونه مشکل دختر خاله ما گفت. این دخترم با سواد است هم بیادر کل چیز یاد داره میفهمه. مرا چرا نمیرین شما؟ نمیمونین؟ بله؟ نمیمونی که اینجا بشین؟ نه مرا در شیشتن غرض نیست. من میگم که اینجا برو کدیم ما. نه من رفتن نمیتونم ولی از اونجا رفتن نمیتونم از اینجا میگم میرم شما اینجا بشینید یگان توی دیگه پیدا شد بودم اینجا امروز بشی کار دارم. کجا میرین مثلا؟ من میرم خانه خود. خانه تا نری بیا خواستگاری برو کد ما دختر خاله. نه برو یگان توی دیگه پیدا کن دیگه نشد. کجا میرین حالا؟ از دست شما خود خلاص میکنم. حالا من شما را خدای نخواسته نمیکشم که یک خواستگاری همونجا برین یک شیرینی بگیرین بیا یک تا چاکلیت از همون قاب بردار بگوین ما شیرینی را گرفتیم دیگه گپ یک نفر از برو اونجا واره پیدا بکن مرا چرا آمدی پیدا کردی من نمیتونم از پشت ما نیاین متوجه که از پشت ما نیاین چرا سعی کو گپ ما گوش کو بر ما همکارایت گفت خو یک دقیقه همکارایت گفت که نمی آدم هر روز این پارک می بر تفریح باز ما با مو خاطر یک موضوع را سر شما گرفتیم که اونموجا کمره است همراهتان شوخی داشتیم دیگه خدا کنه که از ما آزرده نشده باشی و حالا بگوین که خواستگاری میرین یا نمیرین نه هنوزم خواستگاری نمیرم یک سلام تقدیم کو برای بیننده و تشکری میکنم از حوصله‌مندی دیگه کس می بود شاید یک سه چهار قفاق کش ما میکرد سلام میتونم به تمام بینندای عزیز که امید ما رو تماشا بکنن و شوخی خیلی خوبی بود امروز ولی از این ما گفتم کم شناخته برام چون از رسانه یا دور هستم یکم فراموش کردم بخیر باشی زنده باشی خواهش میکنم بخیر باشی زنده باشی امیدوار هستیم که از ما آزرده نشده باشین دیگه دوستان عزیزی بود کمره مخفی ما که خدمت شما تقدیم کردیم امیدوار هستیم که از این کمره مخفی هم لذت برده باشین دیگه تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان